اگر امروز به اطرافتون نگاه کنید احتمالاً ده‌ها گیاه مختلف می‌بینید. از درخت‌هایی که توی خیابون رشد کردن گرفته تا گلدونی که شاید همین الان کنار پنجره خونتون باشه. ما اونقدر به دیدن گیاهان عادت کردیم که دیگه کمتر از خودمون میپرسیم این موجودات چطور تونستن تا امروز زنده بمونن. واقعیت اینه که گیاهان فقط چند صد سال یا چند هزار سال عمر نکردن. بعضی از گونه‌های امروزی نواده مستقیم گیاهانی هستند که صدها میلیون سال پیش روی زمین زندگی میکردن. یعنی خیلی قبلتر از این که انسانی روی زمین وجود داشته باشه و حتی قبل از اینکه دایناسورها پا به این سیاره بذارن. حالا سوال اصلی اینجاست چطور ممکنه موجودی که نمیتونه راه بره، نمیتونه فرار کنه و نه حتی از جاش تکون بخوره این همه تغییرات پشت سر گذاشته؟ زمین بارها گرم شده، بارها یخ زده، قاره‌ها جابجا شدن، آتشفشان‌ها فوران کردن و گونه‌های بیشماری برای همیشه از بین رفتن. اما گیاهان هنوز اینجا هستن و به زندگی ادامه میدن. شاید خیلی‌ها فکر کنن دلیلش اینه که گیاهان موجودات ساده‌ای هستن، اما اتفاقاً برعکس. هر گیاهی که امروز می‌بینید نتیجه میلیون‌ها سال آزمون و خطای طبیعته. هر برگ، هر ریشه، هر تیغ و حتی شکل ساقه گیاهان دلیلی برای وجود داشتن داره. طبیعت طی میلیون‌ها سال هر بار که با یک مشکل روبرو شده کم کم گیاهانی رو نگه داشته که بهتر از بقیه خودشون رو با شرایط جدید سازگار کردن. به همین خاطر وقتی امروز به یک کاکتوس، یک درخت کاج یا حتی یک سرخس نگاه میکنیم در واقع داریم نتیجه میلیون‌ها سال تکامل رو میبینیم. تو این ویدیو قراره با هم سفری به گذشته زمین داشته باشیم و ببینیم گیاهان برای زنده موندن چه راههایی پیدا کردن. راههایی که بعضی از اونها اونقدر عجیب و هوشمندانه‌اند که شاید بعد از شنیدنشون دیگه هیچ وقت مثل قبل به دنیای گیاهان نگاه نکنید. اگر بخوایم داستان گیاهان رو از اول تعریف کنیم باید چند صد میلیون سال به عقب برگردیم. زمانی که زمین اصلا شبیه امروز نبود. نه جنگل‌های سرسبزی وجود داشت، نه درختان بلند و نه گل‌هایی که امروز میشناسیم. اولین گیاهان موجودات بسیار ساده‌ای بودند و بیشتر عمرشون رو نزدیک آب می‌گذروندن، چون زندگی روی خشکی برای اونها تقریباً غیر ممکن بود. نور شدید خورشید، کمبود آب و تغییرات دمایی هر کدوم به تنهایی میتونستن اونها رو از بین ببرن. اما طبیعت همیشه یه قانون ساده داشته. هر موجودی که بتونه خودش رو بهتر با شرایط جدید وقف بده، شانس بیشتری برای ادامه زندگی خواهد داشت. به همین خاطر گیاهان هم کم کم شروع به تغییر کردن. بعضی از اونها ریشه‌های عمیق‌تری به وجود آوردن تا آب رو از لایه‌های پایین‌تر خاک پیدا کنن. بعضی دیگه برگ‌هاشون رو تغییر دادن تا آب کمتری از دست بدن. گروهی هم ساقه‌های ضخیم‌تری ساختن تا بتونن روزهای سخت رو پشت سر بذارن. شاید این تغییرها در نگاه ما خیلی ساده به نظر برسه، اما هر کدوم نتیجه میلیون‌ها سال سازگار شدن با محیط بوده. طبیعت هیچ عجله‌ای نداشته. هر تغییر کوچیکی که به زنده موندن گیاه کمک میکرد نسل به نسل حفظ شده تا در نهایت گونه‌هایی به وجود بیان که امروز اونها رو میشناسیم. جالب اینجاست که هنوزم میتونیم رد پای اون گذشته دور رو در گیاهان امروزی ببینیم. کافیه با دقت بیشتری به شکل برگ‌ها، ساقه‌ها یا ریشه‌ها نگاه کنیم. تقریباً هیچ بخشی از گیاه اتفاقی ساخته نشده. هر قسمت پاسخی به یک مشکل قدیمیه. مشکلی که شاید میلیون‌ها سال پیش وجود داشته، اما اثرش هنوز هم روی ظاهر گیاه باقی مونده. یکی از بهترین نمونه‌ها برای فهمیدن این موضوع کاکتوس‌ها هستن. بیشتر ما وقتی اسم کاکتوس رو میشنویم اولین چیزی که به ذهنمون میرسه تیغ‌های تیز اونه. اما شاید براتون جالب باشه بدونید که این تیغ‌ها از همون ابتدا وجود نداشتن. اجداد کاکتوس‌ها مثل خیلی از گیاهان دیگه برگ داشتن، اما زندگی در بیابان یک مشکل بزرگ ایجاد میکرد. هرچه برگ بزرگتر باشه آب بیشتری از دست میره و در جایی که شاید ماها بارانی نباره این یعنی مرگ. طبیعت برای حل این مشکل برگ‌ها رو به مرور کوچیک‌تر کرد تا جایی که تبدیل به تیغ شدن. این تغییر فقط باعث صرفه‌جویی در مصرف آب نشد، بلکه یک مزیت دیگه هم داشت. حیوانات هم کمتر سراغ این گیاهان میرفتن. این یعنی یک تغییر ساده هم آب رو حفظ کرد و هم از گیاه محافظت کرد. اما داستان فقط به تیغ‌ها ختم نمیشه. اگه داخل یک کاکتوس رو ببینید متوجه میشید که بیشتر حجم اون از بافت‌هایی تشکیل شده که آب رو در خودشون ذخیره میکنن. در واقع کاکتوس بعد از هر بار بارندگی تا جایی که بتونه آب رو جمع میکنه تا شاید هفته‌ها یا حتی ماه‌ها بدون بارون دووم بیاره. از همه جالبتر این که بعضی از کاکتوس‌ها حتی زمان نفس کشیدنشون رو هم تغییر دادن. بیشتر گیاهان روزها روزنشون رو باز میکنن،
اما کاکتوسا صبر میکنن تا هوا خنک‌تر بشه و شب از راه برسه. اون وقت روزنه‌هاشون رو باز میکنن تا آب کمتری از دست بدن. این یعنی حتی ساده ترین کارهای یک گیاه هم در طول میلیون ها سال تغییر کرده تا شانس زنده موندنش بیشتر بشه. کاکتوس تنها گیاهی نیست که برای ادامه زندگی خودش رو تغییر داده. اگر به گیاهان مناطق سردسیر نگاه کنید، داستان کاملا متفاوتی میبینید. اونها نه با کمبود آب، بلکه با سرمای کشنده روبرو بودن. سرمایی که میتونست آب داخل سلولهای گیاه رو منجمد کنه و همه چیز رو از بین ببره. طبیعت باز هم راه حل خودش رو پیدا کرد. بعضی از گیاهان موادی درون سلولهایشون تولید کردن که مثل یک ضد یخ طبیعی عمل میکنه و اجازه نمیده سلولها به راحتی آسیب ببینن. بعضی دیگه با شروع فصل سرما رشدشون رو تقریبا متوقف میکنن و وارد دوره‌ای میشن که انگار به خواب رفتن. به محض اینکه هوا دوباره مناسب بشه، زندگی رو از همون جایی که متوقف کرده بودن ادامه میدن. از طرفی دیگه بعضی گیاهان یاد گرفتن به جای مقاومت در برابر شرایط سخت از اون فرار کنن، نه با حرکت کردن بلکه با بذرهاشون. بذرها میتونن ماه‌ها، سالها و حتی ده‌ها سال منتظر بمونن تا شرایط مناسب بشه. به همین دلیلی که بعد از یک بارندگی خوب در دل بیابان، ناگهان دشتی پر از گل به وجود میاد. گل‌هایی که سالها منتظر همون چند روز مناسب بودن. وقتی همه این مثال‌ها رو کنار هم میذاریم، کم کم جواب سوال اول ویدیو رو پیدا میکنیم. گیاهان میلیون‌ها سال دوام نیاوردن چون قوی ترین موجودات روی زمین بودن. آنها دوام آوردن چون هر بار که زمین تغییر کرده خودشون رو تغییر دادن. راز بقای اونها جنگیدن با طبیعت نبوده، بلکه هماهنگ شدن با طبیعت بوده. شاید همین موضوع بزرگترین درسی باشه که گیاهان بعد از میلیون‌ها سال زندگی روی این سیاره میتونن به ما یاد بدن. اینکه گاهی راز ادامه دادن در مقاومت بیشتر نیست، بلکه در توانایی سازگار شدن با شرایط جدیده. همین ویژگی باعث شده امروز وقتی به یک درخت، یک کاکتوس یا حتی یک گلدان کوچیک روی تاقچه نگاه میکنیم، در واقع به موجودی نگاه کنیم که پشت سرش میلیون‌ها سال داستان، تغییر و بقا قرار داره. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، کانال راز گیاهان رو دنبال کنید. اینجا قراره با هم رازهای دنیای گیاهان رو یاد بگیریم.